توجیکستان همسر اسیتینی تبلیغگر توجیک دویش را به روسیه سپرده است. مدینه بندرینکا همسر پرویز سید رحمانوف که در صف دویش به نام ابو داوود شناخته میشد، تیرماه سال گذشته امرو با شوهر و کودکانش از ترکیه به تاجیکستان استرداد شده بود. پرویز سید رحمانوف را آخر سال گذشته دادگاه شهر دوشنبه با اتهام دست داشتن در حمله های تروریستی به 21 سال زندان محکوم کرد. مقامات استرداد همسر او به روسیه را رسما تصدیق نکردند، ولی اکسانا جیلی و مادر مدینه بندرینکا روز 13 مای سال 2023 در صحبت با رادیو آزادی گفت که با دخترش 3 هفته پیش در بازداشتگاه در اسیتیای شمالی صحبت کرد. نسبت به دخترم برای همکاری با دویش و پیوستن به این سازمان تروریستی پرونده جنایتی گشودند. دختر مرا با فریب برده بودند. من ادوکات گرفتم و حالا کوشش دارم که بیگانگی دخترم را اثبات کنم، گفت او. مدینه بندرینکا را امرو با 4 کودکش به تاجیکستان استرداد کرده بودند. اکسانا جیلی و میگوید میخواهم که 3 نبیره‌ام را هم به من دهند. مکان نگهداری کودکان مدینه بندرینکا در تاجیکستان معلوم نیست. این زن نقل کرد که دخترش سال 2013 پس از طلاق از شوهرش با پرویز سید رحمانوف در روسیه شناخته شده ازدواج کرد. او گفت پس از 3 سال به دویش پیوستن ابو داوود دخترش را با راه فریب در سال 2017 به سوریه برده است. بعدا سال 2018 ابو داوود را با همسر و کودکانش نیروهای ترکی هنگام فرار بازداشت کردند. تاجیکستان سال 2019 4 بار برای استرداد پرویز سید رحمانوف به ترکیه درخواست داده بود، ولی تنها سال گذشته مقامات ترکی او را به مقامات تاجیکستان تسلیم کردند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران دویش می‌دانستند که به اصطلاح آنها 10 جوان را به جنگ سوریه و عراق برده است. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان و روسیه و شویتزر گمانبر است. اینترپول و پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را میگفت. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو تروریستی به مثل دویش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بینام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خردی آنها به تاجیکستان برگشتند و یا عفو گردیدند و یا زندانی شدند.